ما دو دانه تفنگ ساختم و یک موتر ساختم اختراع کردم به بلوتوز موبایل را میره. یعنی دستگاه بلوتوزیه. یعنی من به سیستم اختراع کردم که این به بلوتوز موبایل، یعنی به بلوتوز وصل شه، به بلوتوز موبایل هم را میره، استاد میشه. یعنی کنترل مکمل بس موبایله. این خب بس موتر میشه. دوم این تفنگچر ساختم. مرمی ترابزون میخوره، مرمی تفنگچه پلیسی. بس دم دستگاه زیاد مثل میل از فولاد، میخ از فولاد، این امکانات از بیشتر فولاد است. چون مقاومتی که سلاح بیاره باید 100% فولاد باشه. مثلا که ماشه میشه یک قید داره، یک ماشه کردم میفته پیزی مرمی داخل از این میفته تکفیره، چون امکانات کمتر بود ما بتونستم موفق شم تکفیر جور کنم. این مرمی داخل از این میفته، مجردی که بافتاد این ماشه فور میگیریم، ای که فور گرفتیم خطا میخوره به جان چشنی، از چشنی که بخوره مرمی بیرون میشه، این پس خور میزنه عقب کوچک میپره. بس کلاشینکوف عین شی، باز این مرمی کلاشینکوف میخوره، خود مرمی کلاشینکوف. این میل از اینکه از کم بزرگه، چون این برای نمایشه. من خو امکانات دم دستگاه نداشتم، یعنی این اندازه تا به این جیگا این نمایشه. بس از این قدر این میله که باید فیر بشه. بزی این که ماشه میشه قید کن داره، این میخوره پیزی مرمیر مندازیم داخل ازی مرمیر که بنداختیم این هم فیر میشه. این که فیر شد این پس خور به هوا مرمی میزنه دنبال کوچک میپره، باز مرمی دیگه بله خود میپره دیگه هوا داره، دمی که میپره این میاد عقب کوچک میپره، باز میتونه خود دیگه ماشه میکنه مرمیر بندازیم. چون بحث امکانات انا من خشبی یاد دارم ضربه کنه تکفیر کنه، یعنی اصل تفنگر من یاد دارم فعلا ان شاء الله تیار کنم. یعنی بحث امکانات، یعنی 100% نیاز به امکانات دارم، مثل دستگاه برش و یعنی میل فولادی و دیگه این چیزایی که لازمه که تفنگ ساخته بشه ان شاء الله با ما دولت فراهم کنه. من 100% سلاح میسازم که یعنی بهتر از سلاح خارج باشه. یک سلاح ما میستانیم تقریبا یک کلاشینکوف به شما مثال زنم روسی شاید بستانیم 1.5 لک و 70,000 نویر از خارج، یعنی او 80% آهن فولاده. یعنی من بتونم 100% فولاد به زرد پرچم خود ما بتونم سلاح بسازم. پس بلندترین قیمتی که بالا مفته او 3,000 افغانی بالا ما کلاشی که 3,000 افغانی بالا ما تمام میشه. یعنی چرا ما از خارج یعنی 80% ما خریداری کنیم، ما خوش باشیم، چون ما امکانات نداریم که از خوش باشیم بستانیم به 1,70,000 یا 2 لک. یعنی انواع سلاح دیگر امی حالت زمانی که ما از خود ابتکار بدر کنیم سلاح بسازیم، خود خارج میفهمه ان به افغانستان امسال مثلا سلاح تیار شده، ما باید بهترین سلاح بزنو وارد کنیم که یعنی استفاده بهتر از سلاح زنو بشه. حال هر رقمی است که به دل خونه وارد میکنه او وقت نمیتونه، چون مجبور بهترین سلاح، چون ما که خودش داشتیم خارج مجبوره که بهترین سلاح ما وارد کنه. ما چارپایه جور میکنم به کلاشینکوف مثلا بدون نفر جنگ کنه، یعنی با کنترلر داشته باشه. یعنی به انواع تفنگ‌ها ما چارپایه جور میکنم مثل کلاشینکوف و ماشیندار و فلان. انا بحث حمایه که دولت از ما کنه دیگه گفتنی ندارم. بخیر. در مورد کلاشینکوف که فعلا شما ساختین، در مورد ازی بگین در چقدر وقت ساختین، چی قدر هزینه گرفته؟ در مورد هزینه زیاد نبود، هزینه تقریبا 1,000 افغانی میشه. انا حال مدتی که من ساخت و ساز کردم اول به تفکر و فکر کامل، یعنی وقتایی باشه شو ما فکر میکردم، شروعی نکرده بودم به کار، کتابچه و قلم داشتم میکشیدم جستجو میکردم، میگفتم اگه ایمیل بگذارم به واسه جستجو کسانی که اهل اصطلاح بود میگفتم فولاد باشه، یعنی میگفتم اگه سوزنی برابرشه میگفتن نمیشه. یعنی در کل ما گپ خلاص کنم، یعنی من به جستجوی کامل این دفعه شروع به کار کردم، تخریب کردم، دوباره تیار کردم، یعنی اطمینان حاصل شد، به درخت بسته کردم، فیر کردم. بعد از اینکه به نتیجه رسیدم این دفعه خود من فیر کردم عینش، هم تفنگچه هم این برش موتور میلزی، این میلزی برش موتور سیکله.
انا حال میل تفنگچی که از هر میل باشه 60%، 70%، 80% فولاده، این 100% فولاده، چون به ماشین سکل استفاده میشه. یعنی 100 تا فیر هم بازی بکنیم نی داغ میشه، نی کشاد میشه که جاخو بخوره، چون این 100% فولاده. یعنی ما بحث سلام ما جستجوی داره که میل باید چی باشه، مخ چی باشه، یعنی کجای چی باشه، یعنی مکمل من معلومات حاصل کردم. یعنی من فعلا نیاز به هیچ ان شاء الله ندارم، نیاز به دارم که یعنی من حمایه باشم. یعنی من دولت تنها نظر بحث مالی نیه. یعنی من احساس ازین میکنم که یعنی به دست خود سرباز ما از تفنگ باشه که از ساخت خود ما باشه، ساخت خود افغانستان باشه. این به ما افتخار بحث مالی نیه که ما کمک مالی باشیم، بس ازین افتخار افغانستان باشه. یعنی تاریخ 5000 ساله ای که ما به شما دارین، این کلشینکوف که من جور کردم او باز این جگا گازخانه میخوره، ایت آزاد نیه، صدار جمع میکنه، اینا به شکل یک آهن داره داخل خو، او دمه که گازخانه خود سوراخ داره. مجرد ما گازخانه جور کنم این به جون گیت واسه گیت و گازخانه جون هم واسه به زیر گیت سوزانه. مجرد که این به جون میل چسبیده یا میل فولاد که است، این دمه که مرمی فیر میشه، این گازخانه هوا داره، این میزنه، اما آهن رو به دنبال میاد. آمیانه به شما بگم آهن خور رو به دنبال میارن، این که بیاره مرمی کشیده میشه داخل خشاب، کشیده میشه پوچک، ای که دنبال کش کنه پوچک میپره دیگه، هوا داره. ای که کشیده شد دنبال با پس مرمی خود میفته، ای برای خشاب بدر میشه، باز پس گیت خود به سرعت میزنه به جلو، مرمی مستقیم به میر وصل میکنه، باز تگ میکنه. یعنی تکفیر ای خود تکفیر ضربه کی است. باز این جگاه یک آمیانه تر صحبت کنه، این آهن داره که او برو ضربه میاره، یعنی او آزاد میکنیم، همین هوا رو بیشتر بالای آزاد میکنیم. دمی که مجرد ضربه کنیم به مو حالت سرعت همین تایزی که بعد عینش همین عکس العمل انجام میده که ضربه میشه. بحث از این میشه که قید میشه کلشینکوف، اما آهن این میزنیم به جون این بالا میاره، او قید میکنه مکمل. این جگاه آهن داره که قید میشه، بفهمیدیم که دیگه هر چیزی کنه فیر نمیشه. انا حال من استعدادی از این انشاءالله دارم، انا حال حمایه که از دولت باشه انشاءالله دوباره تکرار میکنم، یعنی اصطلاحای جور کنم که یعنی خارج نتوانه، چون همیشه انسان از صفر جور میکنه، او کفر موفق میشه به کار. یعنی الحمدلله ما مسلمانیم، انشاءالله کمک الله با ما نمیشه، یعنی از صفر شروع میشه. ما به این نتیجه انشاءالله میرسم، یعنی به چند سال بعد سلاحی بسازم که ایت چالنجی بگذارم به خارج که مستقیم این سلاح خارج بتانه یا نتانه که اثر از اختراع کنه. یعنی من انشاءالله به این عقیده ام، کمک انشاءالله الله ما کمک میکنه، ولی بحث دولت باید ما حمایت کنه. انا حال چارپایه های متیار میتونم بکنم، به بالای یک کندک مثال بزنم وصل میشه، رادار وصل میشه، مثلا دوربین وصل میشه که از اون جگاه کنترل شه، یعنی هدف بزنه از اینجا فیر، یعنی بدون نفر بجنگه، یک نفر به پای داخل یک اتاق تا یک اتاق او تفنگ خود کنترل کنه، فیر کنه، انداخت کنه به ولی دشمن. یعنی من ایتا ابتکار انشاءالله از عقده بدرم انشاءالله.